سلام به همه شوازا با مروان. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوشنود باشین. در خدمت شما این با ویدیوی جدید. این ویدیو دوستان در مورد درخواست‌های زیادی داشتین که گفته بودید ما کبوتر پراشو کشیدیم، الان داره خون میاد یا خیلی وقت منتظر موندیم اما پری جای اون پر در نیومده و از اینجور مسائل. خب دوستان، اول من حیوان رو بیارم نشونتون بدم. کوچولوها رو بیاریم. خب دوستان، این پر حیوان هستش. بازگیری کردیم با این گوشی درست بشه. دوستان کنید این پر حیوانه. برای اینکه شما بفهمید این پر توش خون هست یا نه، پر رو اینجوری باز میکنید، این روی پر این زیرشه، اینجا رو میزنید کنار، این پرهای اضافه رو میزنید کنار و اینجا مشخص میکنه که حیوان تو پرش خون هست یا نه. الان این پر حیوان توش خونه چون داره رشد میکنه، اصلا نیازی به دیدن نداره. خب دوستان، یعنی که شما مثلا میبینید اتفاقی پر حیوان رو میکشید و حیوان پر حیوان خونی میشه و ازش خون میاد. نشانه هاش هم اینه که وقتی شما پر حیوانتون رو میکشید از اون پر حیوانتون خون میاد و حیوان اذیت میشه. دوستان برای این کار باید چیکار کنید دوستان؟ بیشتر مواقع این اتفاق میفته که پر کبوتر کور بشه و دیگه پری به جاش رشد نکنه. بعضی مواقع اون پر کور نمیشه و به جاش پر در میاد. شما باید یه 4 تا 5 روز منتظر بمونید که ببینید قضیه چجوریه. وقتی اینکه دیدید پر رشد میکنه و یه حالت خونمردگی سیاه قد نوک اون پری که شما کشیدین هست و برای اینکه بتونید خوبش کنید دوستان نیاز به این دارید. این نخش نامی سوزنش، نیاز به سوزن دارید. در بیارم یه لحظه. چون نیاز به این سوزن دارید تا بتونید خونمردگیشو قشنگ خالی کنید دوستان. برای این کار دوستان بهتره که خیلی عجله نکنید چون ممکنه حیوان تازه ببینه. حیوان دوستان پراشو اینجوری میگیرید. حالا باید بشینید، من الان سرپا وایسادم میخوام برای شما ویدیو بگیرم، حیوان اذیت میشه. این مثلا این قسمت پر حیوان کشیدین، این قسمتش خون مرده میشه دوستان. از این قسمتی که میکشین پایینشون بده، از این قسمتی که میکشین خون مرده میشه. شما با این سوزن میکنید توش و اون خون مردگی رو میارید بیرون و اون پر دیگه درست میشه و دیگه لازم نیست شما کاری انجام بدید و اون پر برای خودش ببخشید اون پر برای خودش در میاد و حیوانتون سالم میمونه. به قدر همینه میگم دقت کنید. اما سون چقدر بزرگ شده، شروع کرده به خال زدن دوستان. این خال میبینید، این خالش سمت چپ توش. برای همین میگم دقت کنید که حیواناتون حتما تو پراشون خون نباشه. اگه بکشید حیوان اذیت میشه. بعضی دوستانم پرسیدن که ما قیچی میکنیم و پر حیوان خونی میشه. دوستان اون پر حیوان قیچی کنید یا باید بکشیدش چون اون پر دیگه در نمیاره، چون دیگه خون مرده شده. اون پر خودش حیوان میندازه، یکم حیوان اذیت میشه اگه اون پر رو بکشین. یا باید همون نوک پر حیوانو که قیچی کردین بدی حیوان دیگه بیارم. زیاد گرفتیم از زیادش تو بیا. این حسرمون رو بیاریم. هم وقتی پر حیوان از اینجا قیچی میکنید میگن اینجا خونی میشه. این معنی که خون تو پر حیوانه و شما میتونید بکشید و خون مرده شد با سوزن گفتم محل اتصال پر به بدن حیوان خون رو جدا کنید، لخته خون رو در بیارید. یا میتونید نه این پر حیوان که از اینجا قیچی کردین از اونجا لختگی رو در بیارید. سوزنه گمش اینجا بنازید و لختی رو در بیارید. اون دیگه پر حیوان خودش میندازه و دیگه شما نیازی نیست کاری انجام بدید. این هم توضیحاتی بود که در مواردی که مثلا پر حیوان شما کور شده و دیگه پری در نمیاره.
این پاسخ به درخواست شما عشق بازا که زیاد درخواست کرده بودیم. امیدوارم که راضی باشین دوستان. ما رو حمایت کنید، یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه. بعد دوستان پرسیده بودن پر رو بکشیم بهتره یا قیچی کنیم. دوستان پر حیوان دوستان قیچی بذارید، جوجه ها قیچی بزنید، قیچی کردید قیچی بذارین تو عرض 3 ماه حیوان پر جدید در میاره. اما اگه بکشین حیوان 1.5 ماه یا 2 ماه پر رو در میاره. اگه عجله نداری بزنید پر حیوان قیچی بمونه. الان من اون دوتا ابریا پراشون قیچی بود، این دوتا من دیروز کشیدم پراشونو و خواستم تا زودتر پراشون در بیارم. امروز هم باید ناخونگیر بیارم، امشب البته، چون نوک حیوان نرم میبینید خیلی بلند شده و دون خوردن براش سخت شده. این هم ماده مونه که روی تخم خوابیده. این جفت جدیدمونه که حیوان مسی نمی کرد، گفتم خدای چرا مسی نمی کنه، یه لونه گذاشتم براشون و نه شروع کرد و مسی کرد. خب دوستان اینم از این ویدیو، امیدوارم راضی بوده باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.